بزرگترین کلکسیون شراب دنیا توی این کشور وجود داره، مولداوی. فقیرترین کشور اروپا، یک کشور کوچیک، فقیر ولی پر از اتفاق. بزرگترین کلکسیون شراب دنیا توی این کشوره، اونم زیر زمین. نزدیک به 2 میلیون بطری شراب توی تونل‌های در زیر زمین به ارتفاع 200 کیلومتر نگهداری میشه. 1/4 مردم این کشور مهاجرت کردن به کشورهای مثل ایتالیا، آلمان و روسیه. زبان رسمی این کشور مولداویاییه، اما خیلی ها خودشونو رومانیایی میدونن. حالا داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که تو شرق این کشور یه منطقه هست به اسم ترانسنیستریا که استقلال خودشونو دارن، پرچم و ارتش خودشونو دارن، اما کسی اونا رو هنوز به رسمیت نمیشناسه. یعنی به زبان ساده کشور تو کشور. با اینکه مولداوی فقیرترین کشور اروپا است، اما سرعت اینترنتش از خیلی از کشورهای اروپایی دیگه بالاتره. حالا چرا؟ چون که شبکه‌های فیبر نوریشون رو آگاهانه توسعه دادن و واسه همینه که سرعت اینترنت انقدر بالاست.